اینو نمیگم چون بلینگام بازیکن رئاله. من اصلا کاری ندارم بلینگام کجا بازی میکنه، کیه، چیه. اصلا فکر کن بازیکن دورتمونده، اصلا فکر کن بازیکن رئال نیست دیگه. مهم اینه تهش یه چیز میمونه و اونم اینه که بلینگام پسر واقعا خوبیه، نه فقط به خاطر اینکه توی زمین میدرخشه، چون بیرون زمینم مثل یه تیکه جواهره. دیدی با طرفدارا و بچه‌ها و اینا چطوری رفتار میکنه؟ دیدی چه جوری بعد یه بازی اونم با کلی فشار باز وقت میذاره براشون واسه یه امضا، واسه یه عکس، واسه یه بغل ساده. این یعنی یه بازیکن فقط یه فوتبالیست نیست، نشون میده که با دلش داره فوتبال بازی میکنه و اینه که ارزشمنده. برای مایی که فوتبال فقط یه ورزش معمولی نمیدونیم اینا با ارزشه و میفهمیم که بازیکن چه قلب بزرگی داره.